حرکت میکنه نورافکن به سمت توپ با پای چپ خلاف جهت که نه، ضربه رو به گوشه تمرکز میکنه شامورادوف و حرکتش به سمت توپ، چند تا مکس رو داره و ضربه خلاف جهتش. محمد قربانی تمرکز، حرکت به سمت توپ میزنه و خلاف جهت، توپ رو در وسط یه درون دروازه است. بیرانوند با پای چپ میزنه و میگیره، بیرانوند باش استفاده کرد بیرانوند و به این شکل توپ این حرکت محبی با پای چپ میزنه میگیره، دروازه‌بانه به زاویه زد ولی دستشو خوند رضا بیرانوند. یه مکس میزنه و خلاف جهت. بر حسینی حرکت میکنه به سمت توپ با گام‌های کوتاه خلاف جهت، چقدر قشنگ حرکت آشوماتوف، نگاهش به دروازه میزنه و این ضربه رو میتونست بگیره بیرانوند. حرکت میلاد محمدی، بعد زد میلاد محمدی، وای هم کمجون زد و هم شکل حرکتش. پنالتی رو حرکت بازیکن ازبکستان میزنه و خلاف جهت، توپ رو درون دروازه علیرضا بیرانوند قرار میده. تیم